الحميد. كداب آل فرعون بمثل يعني تغییر نعمت کفار مکه بمثل تغییر نعمت آل فرعون است. آل فرعون پاچایی مصر دبدبه شان شوکت زرق و برق دنیایشان خوب برابر شده بود. زمانی که موسی علیه السلام برای تحکیم عدالت، برای از اینکه ظلم و شکنجه بیدادگری را از قوم مظلوم مستضعف بنی اسرائیل باید دور کنه، فرعون آماده به این گپ نشد. نظام طبقاتی باید از بین بره، فرعون آماده نشد. ربهای ارباب متنوع که مردم بری خود جور کرده، این ارباب باید از بین بره. یک ربی که از کل کائنات است او باید پذیرفته شود. فرعون قبول نکرد، مقابله را شروع کرد. مشرکین مکه را الله متعال نعمتهای گوناگون داده بود. پیغمبر علیه السلام آمد گفت بتایی که به دست خود ساخته میشه قابل سجده نیست، سجده برای یک الله شوه این عجز است. مردم یک دم قیام کردن، نپذیرفتن. الله متعال تشبیه، او تشبیه پیش که کده بیال فرعون، او تشبیه به خاطر آمدن عذاب بود در مقابل جرم. مثل که فرعونی ها به خاطر جرمشان گناهشان غرق شدن الله عذاب داد. مشرکین مکه به خاطر گناهشان الله متعال سر کسی ظلم نمیکنه. در اینجا اشاره به این میکنه که آل فرعون الله سرش نعمات بزرگ کرده بود. نهرها در شهر مصر رود نیل مختلف جاها را آبیاری کرده بود. کدام چیزا نعمتهای وافر نبود که برایشان حاصل نبود، اما از نعمتها غلط استفاده کردن، دیگه طرف رفتن. افغانستان هم همینطور بود. میوهی که در افغانستان بود در یک مملکت دنیا نخواد پیدا میشد. آب و هوایی که در افغانستان است در یک مملکت پیدا نمیشه. فراوانی که در افغانستان بود در یک مملکت، امنی که در افغانستان بود در یک مملکت پیدا نمیشد. اما مردم رجوع کردن، دین اعلام کردن، پشت خواهشات نفسانی گشتن. یک توی بچه خود 7 شبانه روز سازندار می آورد. 7 شبانه روز دین اعلام شده بود. الله متعال حالت نعمت تغییر بده. الله متعال گفت که اینطور حالت بیاید که گلکاری های تانی چیلی انگوری تان همونطور انگور خشک باقی بمانه. همونطور شد. همون حالت ها سر ما آمد. پاچایی نداشتی راستی تا نبگوی. آب صحی درست روان موجود بود در بین قلا، در بین باغا. الله متعال جنت در دنیا براتان آورده بود، لیکن مردم دین اعلان کردن. مردم دین اعلان کردن پشتی هوا پرستی و خواهش پرستی. الله عذاب آورد. حالی هر طرف میری در یک جای پایی تا مانده نمیتونی که مین است. آباد کردن نمیتونی، زمینه دست و پای تا وقت مین میپرانه. این مصیبت های است که از جانب الله آمده. خود ما تغییر دادیم. حالی هم سری وقت است. حالی هم اگر ملت ما باز پشت همی تنظیم بازی، امی نعوذ بالله سمت بازی نگرده، به الله قسم این منتنه و بدبو است که این ملت دیش دوچار است. مولای ما دوچار است، مولای ما دوچار است. دفاع از قومیت میکنه، به الله قسم بسیار سخت است. به کتاب الله تسلیم نمیشن، دین ایره نمیگه، اسلام ایره نمیگه. شاید که یا بگن ما مسلمان هستیم، خب مسلمانی دایی نمیشه که من طرفداری به خاطر که در سمت شمال هستم به سمت شمال استاد میشم، در سمت جنوب هستم در سمت جنوب. یکی از پشتو دفاع کنه دیگه کلمه پانتون دیگهش از کلمه دانشگاه. از این گپا اگر کسی دفاع میکنه مصیبت الله از ما دور نمیشه. این میتور حالت است. خدمت به این میکنه قومی، شوراهای قومی جرمش مولیاست. شورای کی؟ مشرقی، شورای جنوبی، شورای شمالی، شورای مرکزی، کلشان. خو تو که حق خود طلب داری و روزگانی که در گوشه تعالی را سرک پخته مکتب نداره، او تو اینجا چیزای زاید طلب داری، حق از او در نظر گرفتی. شورا ما خدمت به قوم میکنیم، نکنی خدمت به قوم. پیغمبر خدمت به قوم نکرده، خدمت به دین کرده، به قوم نکرده. منطقی ما غربند است. کسی مرا پیشنهاد کرد، آمده بود مولوی ما یک شورا جور کردن به سطح غرب. چی میکنی؟ همین حق حقوقی غربندی ها را بگیریم. مگه حق حقوقی ارزگانی ها را کی میگیره؟ ها؟ ما حق حقوقی قوم گرفتم میتونیم. این قدر دینی مؤسس شد نعوذ بالله. پیش ما خو یک کسی، یک غریب، یک آدمی مظلومی که در روزگان است و یک آدم که برادرم است، و مظلوم پیش ما خیلی حق داره. اسلام خیره میگه، اسلام میره نمیگه. افسوس است. شما ببینید شوراها را در رأسش مولای قرار داره. این مولا، این قرآن که میخونه.
گمراهی که توسط مردم هنوزم ترویج میشه، مردم هم خوش است. شما جوانا را میبینم دمی تنظیم بازی، در تنظیم بازی تنظیم انسان از بین میبره. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بس اسلام نامی ماست، گروه نیست. هر کس سلفی هم اگر خود گروه جور کنه سلفی نیست. سلف گروه نداشت، گروپ نداشت، دو حزب است، دو حزب، یک حزب مسلمان ها، یک حزب کفار است، حزب الله و حزب الشیطان، دیگه نیسته. اما ما امروز شما باور به الله بکنی همین گروپ محض در گروپ بودن ما را نمیگذاره که در ترجمه قرآن شریک شوید، به خاطر که در فلان تنظیم هستم. از همون مولایی که در اون تنظیم است گپش گوش میگیری، از دیگهش گوش نمیگیری ولو که قرآن بخونه. گروه بازی را شما فهمیدی فسادیشه که آدم در کجا میکشانه، در کدام سرحد میکشانه. خو نکنی. قرآن کریم پس ما را دعوت میده که دعوی آل فرعون به حالتی از یا مشابهتی از یا به مثل حالات آل فرعون است. والذین من قبلهم، کسانی که پیش از یا بودن الله متعال نعمتای گوناگون برشان داده بود. بعد از اینکه پیغمبران آمد یا را دعوت به سوی یک تا پرستی الله کرد، کذبوا بیاات ربهم، نسبت تکذیب کردن، دروغ کردن به نشانه های توحید الله متعال، دلایل توحید الله، دستورات پروردگارشان. الله میگه فاهلکناهم بذنوبهم، پس ما هلاک کردیم به سبب گناهایشان. مختلف عذابا را الله آورد، کسی را به باد، کسی را به زلزله، کسی را به سنگ باریدن، کسی را به غرق کردن، کسی را به طاعون. و اغرقنا لفرعون، گروپ ها مختلف بود خو فرعونی ها را ما غرق کردیم. امور دینی لکی مکمل رونق مصر توسط از او زنده شده بود، مصر شده بود. امور دینی الامی ها را غرق کرد. الله که میخواه آن چیزی که او را یا نعمت میدونستن، امون نعمت برشان چی گشت؟ عذاب الله گشت. امون نعمت عذاب الله میگرده. حالی هم که ما نعمت های الله را پس بر ما عذاب میگرده. و کل کانوا ظالمین، فرعونیا و کفار دیگه کلشان صفت مشترک کلشان چی بود؟ ظالمین، حق ادا نکردن، از حدود تجاوز کردن، از حد بندگی را قائل نشدن. پیدا الله کرده بود باز می رفتن سجده را به بتا می کردن. ان شر الدواب عند الله، یقینا بدترین جنبنده جانور عند الله، به نزد الله کدام مردم است؟ الذين كفروا، یقینا کسانی است که انکار میکنه، الله را نمیشناسه، حق الله را نمیشناسه. فهم لا یؤمنون، پس یا ایمان نمیاره. الله پیدا کرده شه، نعمت های الله را به چشم سر میبینه، فطرت برش داده، قوت های در وجودش گذاشته که او را وادار به این میسازه که باید خالقی خدا بشناسه، حقی خالقی خدا بشناسه. پیغمبران باز برش روان کرده، لیکن این مردم بازم اصلی مقصد زندگی خواب و خور و بگه نوشیدن و چی خوردن قرار داده. شر دواب نمیسته. چرا در دواب چارپایا میه، چارپایا وظیفه خود انجام میده. بله خوردن نوشیدن مقصدش است، اما کارم میکنه. برای کدام مقصد که الله پیدا کرده او را در سر میبره. اما انسان بدترین چارپای است، یعنی بدترین جانور زنده است که در روی زمین میگرده، اما حقیقت مقصد زندگی خود درک نکرده که ما برای چی آمدیم، چی میکنیم. تمام هم و غمش فقط شکم سیر کردن است. غم شکم بخود دیگه خبر نشو که من کی هستم، شرافتم کجاست، منزلتم کجاست. ما حلقه داریم در قصه های انبیاء علیهم السلام شروع کردیم. یک حلقه خلقت آدم علیه السلام اونجا بیان کردیم که الله اگر هیچ نعمت دیگری نکنه تو را که مکلف به عبادت کرده، ام یک عبادت این نعمت بزرگ است که تو انسان در او رفعت و در او مجد و عظمت بالا میکنه که از فرشتم بالا میشی. و کدام عبادتی توست؟ عبادت تو عبد هستی، امی عبادت تو را در کدام مرتبه میرسانه. چرا عبادتی تو قدر داره، از ملائک قدر نداره؟ عبادت ملائک مزاحم نداره، موانع نداره. عبادت تو مزاحمات داره، موانع داره، هر طرف تو را میکشانه. اما تو باز کلی همی خواسته های خدا قربانی کی میکنی؟ رضای الله، عبادت الله را میکنی. اگر یک انسان دیگه چیز نشناسه، تنها عبادت بشناسه، یک روزم نافرمانی الله متعال نمیکنه که الله چه عزت بری تو انسان نصیب کرده. اما تو باز راه دواب در پیش میگیری،
صبح برای خفتن بیا. چند سال هستی؟ 50 ساله. یک روز دکان اعلان نکردی، یک روز در کتاب الله ننشستی. خدا بی خبر هنوز باز مفتی هم جور شده. همه روز فتوا داده رایستی، بدعت‌ها را سنت میگی، دیگه چیز میگی. الله رحم بکنه. دیروز یک مولوی صاحب آمده در طرف چلسودون کدام مسجد است، کدام بدبخت ملا گفته که قسم بالله کسی که در پر دهی مصرف کنه من ضامن جنتش هستم. نعوذ بالله. اینه ببینه اینطوری گپاره که این گپا را بشنوی که خلاص دیگه. این جوان کی گپا بشنوه که اوه در پر مصرف کنم بس دیگه. باز میرم زنا میکنم، شراب میخورم، کباب هم، دزدی هم، تمام چیزا را میکنم، در پر ده میلاد مصرف میکنم، جنت برام میایه. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، کسانی را که تو وعده کرده ای، تعهد و پیمان بسته ای، منهم از همین مردمایی که شر دواب است، بهترین چانس برشان میسر شده بود، همین یهود بود. قبل از آمدن پیغمبر علیه السلام همیشه برای اوس و خزرج با او طایفه های مشرکین در مدینه میگفتن که این طور پیغمبر میاد، ما همراهش میشیم، با سرتان غالب میشیم. ما حرکت و سفری از فلسطین در مدینه منوره به می خاطر بود که ما پیروان پیغمبر آخری شویم. ولی زمانی که پیغمبر آمد بگوی منافع مادیشان در خطر افتاد، دکانداریشان بند میشد، رای مخالفت را پیش گرفت. بدترین مردم یاسته که بهترین چانس برش میسر شد، آمده بودم دیجا به می خاطر و مقصد، لیکن بازم مخالفت اختیار کرد. پیغمبر علیه السلام زمانی که در مدینه منوره هجرت کرد، اولین کاری که کرد او رابطه اخوت در بین مهاجرین و انصار برقرار کرد. یک مهاجری یک انصاری با هم برادری چی بود؟ بگوی دینی برادری که یعنی یکی برادری که کل انسانیت است، یک برادری خصوصی که حتی یکی با دیگه میراث میبردن. در اینجا کمال ائتلاف و محبت در بین مهاجرین و انصار، حتی شناخته نمیشدن که یک آدم مسافر است، یک آدم از همین اصل جای است. قرآن کریم مهاجرین و انصار از همون خاطر مدحشان میکنه. دوم چیزی که کرد از همون خاطر سری امورات جنگی پیغمبر علیه السلام تحقیقات در دنیا روان است که پیغمبر چی رقم شخصیت بود. یک دانشمند اروپایی نوشته میکنه که بهترین سیاستمدار جنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، هیچ کس دیگری نبوده. در مدینه آمد دیدن که ماری آستین منافقین چیسته یهود در اینجا وجود داره او در این حالت ضعف در دو جبهه جنگ کرده نمیتونیم، از این خاطر این جبهه را قطعی کرد، پیمان کرد، تعهد کرد. فقط کل توجه و کل قوت خدا متوجه امو دشمنایی که عملا جنگ قطعشان داشت کفار مکه در مقابل ازوا کردن. اما منافقین آرام نمیشنشینه. چرا؟ بنی اسرائیل خاصیتش از در سوره بقره ما شما خواندیم که تعهد و پیمان قطعا رعایت نمیکنه. در جنگ بدر هم اسلحه و کمک به امرای کفار کرد با وصفی که تعهد و پیمان با پیغمبر داشت. الله متعال میگه بنو نذیر و بنو قریظه است. الذين عاهدت، و کسانی را که تو تعهد پیمان بسته امرایشان، منهم از همین منافقین مدینه، ثم ينقضون بعد از میده میکنن امی پیمان خدا، عهدهم پیمان خدا، فی کل مره در هر کرت. اینطور نیست که در یک کرت باشه، نه. و هم لا یتقون، یا خدا نگاه نمیکنه از میده کردن پیمانو، بلکه مردم فرصت طلب است، انتظار از این داره که کی مسلمان از بین بره، از او خاطر قطع هر دشمن یا همکاری را اعلان میکنه. الله فرمان میده به پیغمبر علیه السلام فاما تثقفنهم، اگر تو زیر آوردی یعنی یافتی یاره، فی الحرب در جنگ، فشرد بهم، تو این قدر پراگنده بساز، تو پاشان بساز، به سبب کشتن دشمن کی را پراگنده بساز، بترسان، من کسی را خلفهم که پشت سر از یا قرار داره، لعلهم یذکرون، به خاطر که یا پند بگیره، نصیحت بگیره، این نتیجه عد شکنی را بچشه، بفهمه که دیگه ما پیمان قطعا شکستن نمیتونیم. در جنگ بدر قتل کردن کفار یک حکمتش همی بود. اینطور خونه را در این میدان روان که دشمنی داخلی یهود که در مدینه منوره است و یک دم لنگاش در لرزه شد که اوه دیگه جرأت نکنه، اوه پیمانه. الله متعال چقدر دقیق برنامه به پیغمبر میده. پیغمبر میگه دشمن یکی نیست
کم بیرون است بنگ برالاست. بزرگترین دشمن، خطرناکترین دشمن داخلی است. در طول تاریخ هر مملکت، هر گروه که ناکام شده از داخل ناکام شده. افراد غلام و فروخته شده و در گروه دشمن قرار گرفته، بعد از او عملیات دشمن کامیاب شده. در غیر از او کامیاب نمیشه. این یاد داشته باش. خب الله پیغمبر میگه که کفر مکه را باید اینطور ضربه میزدی، سرکوب میکردی که خود به خود دشمنای داخلی خود چی میکرد؟ ذوب میکرد. باز دیگه موقع شایعات پرگنی برشان میاثر نمیشد که تبلیغات میکرد، هیاهوی میکرد. نه اینطور زدن بکن. و اما تخافن من قوم خیانتا، اگر تو میترسی پیغمبر علیه السلام از یک قوم خیانتا به غالب گمان، علامات معلوم شده که اون مردم ها عهدشکنی میکنه، پوره نمیکنه این پیمان ما را، تعهدات ما را. فانبذ الیهم، باز بگردان بنداز برشان، علی سواء، عهدشان پیمانشان علی سواء، برابر، به نوع بنداز که برابر شوه. شما هم از میده کردن پیمان خبر باشی و هم خبر باشه. تو نکنی که تو پیمان میده کنی و خبر نباشه، یک دم تو عمله کنی. اینی را امتیاز نظام مقدس اسلام در چیست؟ نظام مقدس اسلام با کافرم تعهد کرده، تعهد میده کرده نمیتونی. اگر علامات نقض عهد ازوار مشاهده میکنی، برو برش اعلان کو که مردم دیگه پیمان ما و شما خلاص. چرا که شما در دیگه طرفا این پیمانا را میده میکنه، به خاطر که یک دم سرشان عمله نکنه که بی خبر باشه. این کار الله خوش نداره. چرا؟ لوث کردی. لوث پیمان امیر میگه که لوث کرده. پیغمبر علیه السلام با یهود مدینه امی قسم پیمان کرده بود که ما و شما با هم یکی دیگه خود جنگ نداریم و اگر یک طایفه موقتی کسی در مقابله شروع میکنه جنگ میکنه، طایفه دیگه ما او را پشتیبانی نمیکنه قطعا به یک وجه. این قطعشان پیمان بسته بود، اما این مردم آرام ننشستند. حتی در میدان بدرم امو شیطانت و امو نعوذ بالله پیمان شکنی خود کردن. اما اسلام میگه پیمان شکسته نشود. کسی که از اینجا به طریق ویزا میره و در ممالک خارجی پیمان بستی، اونجا سود برات حرام است، دزدی برات حرام است، مال کسی را به طریق باطل گرفتن برای تو حرام است. نگوی که مال کافر است، این را گفتن نمیتونی. پیمان کردی، مستأمن شدی، تو امن طلب کردی در اونجا. جناب این کار کس نمیتونه اونجا که برو از کافر از هر رقم که گرفتم. نه، از کافر گرفته نمیتونی. تو به امن رفته پیمان کرده، این پیمان میده کرده نمیتونی. در اونجا اینجا هم یک تعداد چطور کنم؟ همین مال کفار چطور است؟ پیش من زیاد میاد. من گفتم بله، اگر برای خود میگیرین درست نیست، اگر برای اسلام میگیری، منافع عامی مسلمان ها میگیری، بگیشه بیار. میتونی آوردی؟ نمیارن. بازی قمانت دار است. اگر به خودش او نخوره یقین بکن اگر یک پلته گوگردم چی بکنه؟ خیانت بکن. این یاد داشته باش. یا اینطور مسلمان است. اگر منفعت شخصیش بود باز شطور قطیبارش میخوره، تانکر قطیما کمال تیلش تخلیه میکنه. خب اگر نه که منفعت خودش نبود، منفعت عام مسلمان ها بود، باز نه یک پلته گوگردم خیانت نمیکنه، توری نمیشه. این تعهدات است. یکی است که او مردم پیش از پیش پیمان میده کرده باشه، در او صورت خبر دادن ضروری نیست. چرا خودشون میده کرده دیگه، خبردار است. بعد از او دیگه تئوری عمله را بگی. ان الله لا يحب الخائنین، یقینا الله متعال دوست نداره کسایی که خائن است. کسی که خیانت میکنه قطعا الله دوست نداره. پس شما گاهی خائن نشوی. خیانت امیر میگه یک کسی خبر نیست از طرف تو مطمئن است، لیکن تو در پشت سری از او چی کرده وقت قبر شکنده. اینطوری کار نکن. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، گمان نکنه کسانی که کافر هستند سبقوا که یا پیش دستی کردن یا خلاص کردن خدا. دو مطلب داره. عام کفارم الله متعال خبردار بکنه. کدام کفاری که از این جنگ خلاص شده، در میدان جنگ نبود یا بود گریخت، یا اینطور فکر نکنه که خلاص شدیم دیگه رفتیم. نه، انهم لا يعجزون، یقینا کفار الله میگه ما را عاجز کرده نمیتونه که پشتش بدایم ما مانده شیم. ما را عاجز کرده نمیتونه به خلاص کردن خود، به گریختن خود. نه 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 نه. یا در دنیا الله عذاب برش میده، وگرنه در آخرت خو عذابشان قطعی، امر قطعی است. یک، ان الذين كفروا، یقینا کسایی که کافر هستند،
دعوت دین نمیپذیرند و بعد از او در زندگی خود آرام زندگی تیر میکنن، ناز و نعمت برشان پیش میشه و فکر میکنه این خلاص شدیم، مصیبت برشان چی نمیرسه. البته میگه ما کامیاب هستیم. انهم لا یعجزون، یقینا یا عاجز کردن نمیتونه، ما را ضعیف کردن نمیتونه که یا از پیش ما خلاص شوه. نه، گرفته نیستیم ما یار. وعدوا لهم ما استطعتم. پس این هشدار بود برای کفاری که اگر باقی مانده بود یا فرار کرده بود که نه، شما سرنوشت آخریتان بینمی گپا است. اگر اسلام بیاری خوب، اگر نبیاری این مشکل براتان در دنیا یا در آخرت براتان موجود است. وعدوا لهم ما استطعتم، آمادگی بگیری ای مسلمانا لهم برای در مقابل کفار، ما به مو اندازه استطاعتم که توانمندی شماست، طاقت شماست، من قوت از هر نوع قوت، و من رباط الخیل از بسته کردن اسبا، ترهبون به که شما میترسانی توسط اینمی آمادگی اسلحه و بسته کردن اسبها، عدو الله دشمن الله را و عدوکم دشمن خودتانه، و آخرین دیگه دشمنا را من دونیم که غیر از یاس، لا تعلمونهم که شما تالی را سرش علم نداره لیکن وجود داره. الله یعلمهم، الله خوب واره میدانه که وعده کمین هستن، میخوان دشمنی بکنه لیکن شما آمادگی بگیری. و ما تنفق من شیء، چیزی را که از هر چیز شما مصرف میکنیم فی سبیل الله در راه الله متعال، یوفی الیکم پورا براتان داده میشه، یا در دنیا به غنیمت حاصل کردن یا در آخرت. و انتم لا تظلمون، شما سرتان ظلم کردن نمیشه. هر نوع کوشش و محنت و زحمتتان در راه الله اجرش ضایع نمیشه، پیش پروردگار قدر و قیمت خیلی بیشتری داره. این آیتی است که مسلمانان باید باری را روزمره صبحم بخونه بیگم بخونه و در مطلبش خود آگاه بکنه، بفهمونه که الله متعال چی برای ما گفته. قرآن اول برای ما میگه وعدوا، آمادگی بگیری. قبل از اینکه جنگ واقع شه شما باید تمام وسایل جنگ آماده کنی، برابر باشه، عیار باشه. دشمن تو را خبر نمیده که من قطع جنگ دارم، یکی به یکی تو را حمله میکنه.